دوره جوانی معمولاً طلایی ترین دوره زندگی هر فرده. بزرگترین تصمیمات و هدفهای هر شخصی در این دوره که از سن 20 سالگی شروع و تا 35 سالگی ادامه داره مشخص میشه. باید سعی کنید این دوره رو به بهترین شکل ممکن سپری کنید. روش‌های زیادی برای استفاده بهینه از این روزهای با شکوه وجود داره. اما سبک تو در این مقاله 30 کاری که حتماً باید قبل از 30 سالگی انجام بدین رو به شما معرفی میکنه. پس با من همراه باشید. مستقل زندگی کنید. شاید اگه 10 سال پیش بود و از زندگی مستقل حرف میزدیم، خانواده‌ها به شدت با این موضوع برخورد میکردن. اما با تغییرات در سبک زندگی امروزه، زندگی مستقل برای جوانان تقریباً امری پذیرفته شده است. مستقل زندگی کردن میتونه زندگی در یک خوابگاه دانشجویی در یک شهر یا کشور دیگه باشه، یا میتونه بابت کار یا حتی بدون دلیل خاصی باشه. زندگی مستقل مسئولیت پذیری، سر و کله زدن با آدم‌های مختلف و دردسرهای زندگی رو به شما یاد میده. شکست بخورید. شاید اصرار به شکست احمقانه باشه، اما یادتون باشه شکست خوردن در هر زمینه‌ای میتونه درس‌های بزرگتر از اون چیزی که فکرشو میکنید به شما بیاموزه. از شکست نترسید. تا زمانی که انرژی جوانی و شروع دوباره دارین شکست بخورید و با انرژی بیشتر از قبل شروع کنید. بنویسید. نوشتن به نوعی تخلیه احساسات درونیه که علاوه بر این که روح رو سبک میکنه، باعث میشه تجربه جدیدی به دست بیارید. فرقی نمیکنه دوست دارید وبلاگ بنویسید یا یک داستان یا کتاب. همین که قلم رو برای نوشتن برمی‌دارید، با دنیایی از لغات جدید آشنا میشید. از طرفی منتشر کردن نوشته هاتون یک رسانه بودن و اینکه چطور پیام خاصی رو به افراد خاصی برسونید به شما میآموزه. تجربه یک روز لوکس. فرقی نمیکنه در چه سطح درآمدی باشید. در هر حال کارهایی وجود دارن که تجربه اونها رو ولخرجی میدونید. یک روز رو به خودتون اختصاص بدین و تنهایی یا با کسی که دوستش دارید لیستی از جاهایی که تجربه لوکس بودن به شما میدن تهیه کنید و اونا رو امتحان کنید. مثل اقامت یک شبه در یک هتل خاص یا تجربه یک ورزش خاص یا حتی رفتن به یک رستوران خاص. این تجربه علاوه بر این که تا مدت زیادی شما رو پر انرژی نگه می‌داره، نسبت به خودتون هم احساس بهتری پیدا می‌کنید. یادتون باشه که قرار نیست کل درآمد یک سالتون رو در یک روز خرج کنید. پس انداز کنید. البته این موضوع با نکته بالایی تداخلی نداره. پس انداز کردن اتفاقیه که باید در طول ماه‌های مختلف رخ بده. پس انداز کردن پول احساس خیلی خوبی در مورد آینده و بازنشستگی میده. بیمه‌های عمر و پس‌انداز، سودهای مختلف بانکی یا خرید سکه و طلا. همه روش‌های مختلفی برای پس‌انداز هستن. پس‌انداز قدرت ریسک کردن شما رو تا حد زیادی افزایش میده که اگر این ریسک همراه با فکر باشه، شما رو در مسیر موفقیت به سرعت پیش میبره. بهترین دوستتون رو پیدا کنید. شاید امروز اطرافتون پر از آدم‌ها و دوستای مختلف باشه. اما یادتون باشه که هر چی سنتون افزایش پیدا میکنه، به خاطر تجربه ها و دانش زیادی که به دست میارید، تصمیم گیری برای صمیمی شدن با کسی بسیار سخت میشه. پس تا قبل از 30 سالگی دوستاتون رو محک بزنید و بهترین ها رو کنار خودتون نگه دارید. باور کنید که هیچ چیز نمیتونه جای یک دوست صمیمی و البته قدیمی رو وقتی که 50 سالتونه بگیره. هدفتون رو مشخص کنید. معمولا همه ما در 20 سالگی آرزوها و اهداف زیادی داریم و هر روز تصمیمات جدیدی میگیریم و تجربه های زیادی به دست میاریم. اما این اتفاق نمیتونه تا همیشه ادامه داشته باشه. تا قبل از 30 سالگی باید هدفتون رو چه در زمینه کاری و چه در زمینه زندگی مشخص کرده باشید. رژیم بگیرید. اگر احساس میکنید اضافه وزن دارید یا باید کمی چاق بشید، قبل از 30 سالگی رژیم بگیرید. چرا که در این دوره بدن شما آماده هر نوع تغییریه و خیلی سریعتر به نتیجه دلخواه میرسید. در حالی که با افزایش سن این انعطاف پذیری به حد قابل توجهی کاسته میشه. از طرفی داشتن یک ظاهر فوق‌العاده اتفاقیه که باید در دوران جوانی و طلایی زندگیتون رخ بده. اساس کشی کنید. تا قبل از 30 سالگی حتما تجربه یک بار اساس کشی رو داشته باشید. شاید به نظر خنده‌دار بیاد، اما وقتی شما مدتی در جای زندگی کرده باشین و به یک بار مجبور به تغییر مکان بشین، متوجه وسایل و اشیاء اضافه میشین که مدت زیادی دور خودتون جمع کرده. با اساس کشی یاد میگیرین چطور وابستگیتون رو نسبت به اشیاء مختلف، به خصوص یادگاری‌ها کم کنید. یاد میگیرید چطور سبک زندگی صحیح رو فرا بگیرید و متوجه میشید که زمان چقدر سریع خاطرات رو تحت تاثیر قرار میده.
یک زبان جدید یاد بگیرید. چند سال پیش اگر کسی بلد بود با کامپیوتر کار کنه شخص خاصی محسوب میشد و از احترام ویژه‌ای برخوردار بود. اما با گذشت کمتر از 10 سال امروز اگه کار کردن با رایانه و استفاده از برنامه‌های آنلاین رو بلد نباشین به نوعی بی‌سواد به حساب میایین. امروز یکی از دانش‌هایی که باید حتما قبل از 30 سالگی به دست بیارید یاد گرفتن یک زبان دوم به طور کامله. به کتاب خوندن عادت کنید. یکی از بهترین عادت‌هایی که باید تا قبل از 30 سالگی پیدا کنید کتاب خوندنه. اینکه اسم عادت روی اون میذاریم تنها خوندن کتاب‌های دانشگاهی یا سالی یک بار کتاب خوندن رو شامل نمیشه. بلکه منظورمون از عادت خوندن یک کتاب در هر ماهه. برای شروع میتونید از رمان‌ها یا کتاب‌هایی با موضوعاتی که دوست دارید استفاده کنید. خوندن کتاب‌های زیاد به شما این قدرت رو میده تا در هر زمینه‌ای بتونید با اطلاعات درست اظهار نظر کنید و همین موضوع باعث بالا رفتن جایگاه اجتماعی و کاری شما میشه. آشپزی رو یاد بگیرید. غذا خوردن یکی از لذت‌های زندگی هر شخصیه، اما غذا پختن هم دست کمی از اون نداره. لازم نیست خیلی حرفه‌ای آشپزی کنید، اما یاد بگیرید غذاهای جدید و مورد علاقتون رو درست کنید. آشپزی خلاقیت شما رو افزایش میده و فکرتون رو باز میکنه. مدیریت به شما یاد میده و مهمتر از همه این که از همه لحظاتتون لذت خواهید برد. اینکه یک جوان 30 ساله باشید و غذاهای متفاوت بلد باشید و دستپخت خوبی هم داشته باشید میتونه به سرعت محبوبتون کنه. درس خوندن رو متوقف نکنید. ادامه تحصیل به شما کمک میکنه تا ذهنتون همیشه در حال یادگیری و آماده باشه. این هوشیاری شما رو همیشه فعال نگه میداره و خلاقیتتون رو به کار میندازه. از طرفی با یادگیری موضوعات جدید دید گسترده تری نسبت به اطرافتون پیدا میکنید و میتونید دوستان جدید و موقعیت بهتری در کارتون کسب کنید. پس تا قبل از 30 سالگی و بعد از 30 سالگی تحصیل رو ادامه بدید. بدوید. 2 پایه همه ورزش هاست. علاوه بر این که تمام عضلات شما رو درگیر میکنه، نیاز به باشگاه یا وسایل تخصصی هم نداره و با کمترین هزینه هم میتونین انجام بدین. این ورزش با به جریان انداختن خون در بدن ماهیچه‌های قلب رو قوی کرده و از تحلیل رفتن عضلات جلوگیری میکنه. البته اگر قبل از 30 سالگی شروع کنید. تنهایی سفر کنید. بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. این بیت همه اونچه که باید رو به زیبایی گفته. سفر باعث میشه تا شما با آدم‌ها و فرهنگ‌های مختلف آشنا بشین که میتونه تاثیر زیادی بر روی تصمیمات آینده‌تون یا حتی شغلتون داشته باشه. سفرهای تنهایی یا با بهترین دوستتون تجربه‌های فوق‌العاده‌ای براتون به همراه خواهد داشت. این که حتما باید قبل از 30 سالگی به این سفر برید به این دلیل که نوع نگاهی که در این دوران دارین به جهان و اطرافتون متفاوته. شاید بعد از 30 سالگی در انتخاب سفر و تجربیات اون کمی سختگیرتر و محتاط‌تر شوید. از اینکه با من همراه بودین ممنونم.